چیکار کنیم با این موها؟ دوستان برام ولفگات بزنید خیلی خورد بشه و خیلی خوشگل بشه. باش بریم یه ولفگات خفن برات بزنیم. یه دختر دهه 70 بامزه مهمون من بود که اومده بود موهاشو براش یه مدل ولفگات خوشگل و تمیز در بیارم. من اول از تقسیم بندی شروع کردم و برای اولین ساخت راهنما از قسمت لاین پروفایل شروع کردم و دیدم بله بخش زیادی از چتریاشو خودش تو خونه زده. پس تصمیم گرفتم یه اتصال تمیز بین چتریای زده شدهش ایجاد کنم. با استفاده از زاویه انگشت به شکل مثلث از قسمت چتری شروع کردم و اولین راهنمای کارم رو ایجاد کردم. بعد اون راهنما رو نصف کردم و لایه به لایه هر دو سمت سر رو طبق همون الگوی اول کوتاه کردم تا یه خردی زیاد با قد بلند داشته باشم. برای تقسیم بندی پشت سر از همون راهنمای جلوی سر کمک گرفتم و با زاویه انگشت لایه ها رو یکی یکی کوتاه کردم تا حجم و حرکت موهام حفظ بشه. برای قسمت پشت سر برای اینکه لایه هام اتصال داشته باشم به هم از لایه بالای راهنما انتخاب کردم و با استفاده از برش ثابت شروع به کوتاهی کردم. اینطوری هم اتصالات لایه هام برقرار شد و هم قد موها رو حفظ کردم. اینم از نتیجه کارم که یه ولفگات تمیز و درست و درمون شد که خودش هم باورش نمیشد. این پست رو بفرست برای هر کسی که یه عاشق ولفگاته یا رفته موهاشو ولفگات بزنه و چیز دیگه ای شده تا بدون ولفگات قشنگ یعنی چی.